نمیدونه که چطوری باید داخل ماینکرافت بلاک های زمین صاف و طولانی تر کنی بدون کد و ماد. اول میری داخل ماینکرافتت، خب بعد پلیو میزنی، این دکمه چیزو میزنی. خب حالا میری داخل این دومی، بعد زمین صافو که بزنی اینجا بلاک‌ها رو میزنی. مثلا یه دونه درد داره، 2 تا درد، 3 تا درد داره سرجم، یه دونه هم چی. حالا اینجا گزینه‌های مختلفی داره، صحرا، اینجور چیزا. گزینه دومی 230 تا سنگ داره، 5 تا درد، یه دونه هم چیز. آره خب این دیگه طولانی تره. مثلا میتونی برای پروژات اینو انجام بدی، بعد ردی میکنی. خب وقتی که پلی میکنی، اوه من سروایورم، خب کریتیو کردم. خب میری پایین و میبینی که کلی ارتفاع داری، یعنی کلی چیز مثلا میتونی بسازی، مثلا چیز ردستونی و اینجور چیزا که داخل زمین صاف ارتفاع نداره و نمیتونی انجام بدی رو داخل این میتونی انجام بدی. این هم از آموزش امروز.